آتش‌بس با چاشنی فوتبال. کریسمس سال 1914 وسط جنگ جهانی، وقتی که سربازهای انگلیسی و آلمانی خودشون توی سنگرها بودن اما فکرشون پیش خانواده هاشون بود و تو ذهنشون داشتن مقدمات سال نو رو میچیدن، سربازهای آلمانی شروع کردن به خوندن سرود کریسمس و کم کم صداشون به انگلیسی ها رسید و انگلیسی ها هم با هم صدا آواز کریسمس رو خوندن. انگار که هر دو طرف از همیشه بیشتر از ادامه جنگ تنفر داشتن و اون شب قرار گذاشتن که فردا رو آتش‌بس اعلام بکنن. بعد از طلوع آفتاب هر دو طرف از سنگرها بیرون اومدن، اما بدون تفنگ و تیراندازی، و این بار تو قالب فوتبال با همدیگه روبرو شدن و رقابت کردن و یه روز تاریخی رو رقم زدن. اما بعد از اینکه گرداننده‌های اصلی جنگ این موضوع به گوششون رسید، اصلا براشون قابل هضم نبود و به فرمانده‌های هر دو طرف دستور دادن که دوباره تیراندازی رو از سر بگیرن. متاسفانه آتش‌بس کریسمس عمرش به اندازه یه خواب کوتاه بود و فردای اون روز همه چیز به حالت قبلی برگشت. اما اون روز تاریخی به همه نشون داد که دولتمردها کمتر از هر کس دیگه‌ای به صلح اهمیت میدن.